سلام به شما عزیزان خداوند، سلام به فرزندان نور. میدونید ما فرزندان نوریم. خیلی خوشحال هستم که در جمع فرزندان نور هستم در کلیسای پادشاه ابدی، چه عزیزانی که به صورت حضوری تشریف دارن، چه عزیزانی که از راه دور طریق دوربین ها پیام این کلیسا رو میشنوند و عضو کلیسای پادشاه ابدی هستند. به کلیسای پادشاه ابدی خوش آمدید. به حضور خداوند میریم. مرسی ای خدای زنده که هستی، مرسی ای خدای زنده که برکت دهنده هستی. شکرگزار تو هستیم ای خداوند. ای خداوند نیاز ما تو هستی ای خداوند. دنیا نمیتونه نیاز ما رو برطرف کنه، تنها تو هستی که نیاز ما رو برطرف میکنی. در سختی ها، در تنگی ها، در شادی ها، در خوشی ها و ناخوشی ها، تنها تکیه‌گاه ما تو هستی، چون تو پدر ما هستی. ای پدر آسمانی، کلام تو بریز بر دهان من. ای روح القدس من مسح کن، باشه که کلام تو رو با امانت داری کامل بگم، چون کلام تو به قلب ها میشینه و ثمر میاره، نه کلام من. مرسی ای خداوند که اجازه دادی کلام تو از دهان من بیرون بیاد. خداوند میطلبم اول منو پر بکنی تا بتونم این برکت رو با دیگران به اشتراک بذارم، در نام عیسی آمین. خدا رو شکر برای کلام زنده خداوند که با ماست. خیلی سخته یه واعظ رو بنشونید یه جا. من امروز هم میشینم هم راه میرم و خدا رو شکر برای کلام زنده خداوند که با ماست. چه روز خوبیه کنار هم دیگه هستیم، نه؟ هللویا، خدا رو شکر. اگرم بخوایم اینطوری که فکر کنیم که میتونستیم امروز جاهای دیگه باشیم، ولی بهترین جایی که میتونیم قلبمون رو آرام بدیم، کلام خداوند رو بشنویم، کلیسای خداونده. خدا رو شکر، خدا رو شکر برای کلام زنده خداوند که با ماست. خوب، امروز میخوام درباره کلام صحبت کنم. خود کلام، امروز میخوام درباره کلام صحبت کنم، درباره الفاظ صحبت کنم. خدا رو شکر توی این دنیا آدم ها میخوان با همدیگه در ارتباط باشن، باید حرف بزنن، کلامی از دهانشون بیرون بیاد که با همدیگه ارتباط داشته باشن. کسی میخواد معامله‌ای بکنه، کسی میخواد مثل ما ایرانی‌ها درد دل بکنه، چون ما خیلی درد دل که دوست داریم. البته این کلمه خوبی نیست، درد دل. اینجوری مشارکت صحبت به نظر من بهتره. باید از کلام استفاده کنیم، از کلمه استفاده کنیم، از حرف استفاده کنیم، از زبانمان استفاده بکنیم. میخوایم اخبار رو بشنویم، باید توسط صوت بشنویم. میخوایم با همدیگه به اشتراک بذاریم، از همین طریق باید به اشتراک بذاریم. توسط صحبت کردن، گفتن، اونو بتونیم منتقل بکنیم و این توسط کلماتی است که از دهان ما بیرون میاد، یا کلماتی است که ما میشنویم از دهان کسی بیرون آمده است. درست است یا نه؟ بدون اون نمیتونیم صحبت کنیم. من یادم میاد کوچیک بودیم، پانتومیم کسی حرفی نمیزد ولی با اشاره دستش یا رفتارش میخواست بفهمونه موضوع چیه و که حدس میزدن. ولی ما پانتومیم بازی نمی کنیم توی زندگی ما صحبت میکنیم، گفت و شنود میکنیم و این گفت و شنود خیلی مهمه. امروز به این خواهیم رسید که از چه منظری مهمه. چرا مهمه گفتن و شنیدن؟ چرا مهمه؟ پس ما با کلماتی که از دهان ما بیرون میاد موضوع رو به شخص دیگه انتقال میدیم. همه ما از کلمات تو شبانه روز استفاده میکنیم، قشرهای مختلف. اگه بخوایم قشرهای مختلف رو که نگاه بکنیم، بیشتر اون حرفایی رو میزنن که تو اون قشر هستن. مثلا پزشکا بیشتر درباره پزشکی صحبت میکنن، ورزشکارا بیشتر درباره ورزش با هم دیگه صحبت میکنن، یا اصناف مختلف، بستگی به اون سنفشون داره، اون اجتماعشون داره. ولی در کل جامعه صحبت‌های متنوعی رد و بدل میشه، مخصوصا الان که ما از فضای مجازی
میتونیم خیلی صحبت ها رو منتقل کنیم، خیلی چیزها رو بگیم، خیلی چیزها رو بشنویم و این فضای مجازی نقش خیلی مهمی رو بازی میکنه، چه از بابت نقش مثبت برای آگاهی رسانی، برای پزشکی، برای وضع هوا و چیزهای دیگه، و خیلی هم از طریق منفی. الان هر نفر میبینید حداقل یه گوشی داره، بعضیا 2 تا یا 3 تا که 3 تا دارن، مخصوصا نوجوانای ما، جوانهای ما. و در این فضای بی حد و مرز مجازی خیلی چیزا هم به نفعشون نیست و این تغذیه داره از بابت صحبت کردنهای فضای مجازی توی زندگی افراد ریخته میشه. این خیلی مهمه. من در این باره چند تا موعظه کردم که فضای مجازی که داره از طریقای بد چیزها رو وارد خونه ها و قلب ها و فکرها میکنه چه خطراتی داره. امروز زیاد نمیخوام در این باره صحبت بکنم. پس ما از طریق گفت و شنود میتونیم ارتباط برقرار بکنیم. 2 کلمه گفتم. امروز درباره گفت و شنود صحبت خواهیم کرد، چون هر گفتی باید شنود بشه و هر شنودی سرمنشه گفت بعدیه. گفتم گفت شنود، شاید بهتر جمله‌مو عوض کنم بگم شنیدن و گفتند. شنیدن و گفتن شاید خیلی واژه بهتری باشه. بیاییم شنیدهای روزانه ما رو بررسی کنیم. من از خودم شروع میکنم، هر کس از خودش شروع بکنه. امروز چی شنیدیم؟ چی شنیدیم؟ خیلی 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 مهمه چی میشنویم و چی میگیم. امروز درباره شنیدن و گفتن کمی با هم دیگه جلو خواهیم رفت. دنیایی که زیر لعنت گناهه به یک نحوی میخواد از طریق گوشهای ما به ما غذایی که خودش میخواد بده. چطوری زندگی کنیم، چطوری آرایش کنیم، چطوری ماشین بگیریم، چجوری حرف بزنیم، چجور لباس بپوشیم، چجور اصلا لباس نپوشیم. بعضی اوقات قدیم ها خیلی جالبه، خیلی تبلیغ میکردن که چطوری لباس بپوشیم، ولی الان خیلی دارن فوکوس میکنن که چطور لباس نپوشیم و اینم یه معضل شده و اونم از طریق فضای مجازی یا توی ارتباطات میتونیم کاملا اینو ببینیم. پس دنیا میخواد، دنیای سقوط کرده، میخواد از طریق خودش به ما خوراک بده. چی بخور، چی بگو، چی نگو، چطوری بشناف، چی رو بشناف، چی رو نشناف، حرف پدر مادر رو نشناف، حرف دوست رفیق خیلی خیلی خوبه، فضای مجازی فوق العاده است، اینا رو که گوش بده. نصیحت پدر مادر تلخه، گوش نکن. اینو میخواد به ما بگه یا چیزای دیگه، مخصوصا این اواخر. در اصل چون صحبت گفت شنود داریم میکنیم، در حقیقت رو بخوایم این که ورزش استراتژیش بنیادش سلامتیه، ولی میبینیم الان تو خیلی از ورزش‌ها ناسلامتی آمده، دوپینگ آمده. توی ارتباطات جمعی، توی فضای مجازی، در حقیقت اینه میگه که ما باید با همدیگه در ارتباط باشیم، ولی میدونید حقیقتا فضای مجازی درباره قطع ارتباط داره کار میکنه. پدر با مادر، مادر با برادر، برادر با خواهر، هر نفر یه گوشی دارن، تو 3-4 تا اتاق که نشستن اصلا قطع ارتباط کردن با هم دیگه، با اون گوشی ارتباط برقرار گرفتن. و این کار نیروی تاریکیه، کار شیطانه، کار ضد مسیحه. شاید ما ضد مسیح و یه طور دیگه تو کتاب مقدس فهمیدیم، ولی فکر میکنید اینا چیه؟ یه گوشی تونسته پدر از بچه جدا کنه، برادر از خواهر جدا کنه، بچه رو از مادر پدر که جدا کنه. خب این چی میشه گفتین؟ این ببین شیطان میخواد ما رو ببره یه گوشه، بعد خفمون کنه هر چقدر قوی باشیم، ولی کلیسا میگه متحد بشین، دور هم دیگه جمع بشین، متحد دعا کنید. عیسی مسیح میگه اگه 2 یا 3 نفر جایی در نام من جمع بشن، من اونجا هستم.
من اونجا هستم. الان میدونید عیسی مسیح اینجاست، خداوند اینجاست. کلام خداوند اینو میگه. من طبق کلام خداوند دارم حرف میزنم. میگه 2 یا 3 نفر اگر در راستای کلام من جمع بشن، من اونجا حضور دارم. ولی دنیا میخواد آدم‌ها رو از هم سوا کنه. الان تو این دنیای غرب میبینیم که زن از مرد جدا، مرد از زن جدا، زن از بچه جدا. اینقدر کمبود محبت دارن که رو به حیوانات آوردن که بگیرن اونو بغل کنن، مثلا بخوابن باش، بگن خیلی چقدر این مثلا حرف گوش کنه. خدا رو شکر برای کلام زنده خداوند که با ماست و ما رو هدایت خواهد کرد. پس دنیای تاریکی میخواد به ما بگه درون تو چی وارد کن. خیلی مهمه. بذار به شما یه چیزی بگم. بارها اینو گفتم. بعضی کلمات تو موعظه من خیلی خواهید شنید. من میگم کلام خداوند رو بخوریم. بخوریم یعنی اون عملی کنیم. چرا بخوریم؟ برای اینکه بره داخل ما. هر چیزی که میخوریم میره داخل ما. اگه مریضیم یه قرص میخوریم میره داخل ما. میره داخل ما. چی داخل ما میره؟ از اینجا چی داخل ما میره؟ از تو گوشامون. اون میشه غذای ما. اون میشه غذای ما. میره توی ما. چی توی ما میره؟ چه صداهایی، چه گفتارهایی تو گوش ما میره؟ اینا رو باید خیلی دقت بکنیم. اگر به صدای دنیا که گوش کنیم میبینیم اکثر صدایی که دنیا داره به ما میده چیز خوبی نیست. من نمیگم این دنیا رو ترک بکنیم. ما این دنیا برای اینی که ما ازش استفاده بکنیم، برای اینکه به ما سرویس بده، نه ما مطیع دنیا باشیم. دنیا گفت این ور برو این ور. الان مثلا تو این مملکت یه طوری چیز کردن، لبخند فکر، همینطوری الکی خنده کنیم با هم دیگه. مثلا میریم مغازه همه خنده میکنن، بعد اون کشیر 1 سنت اگه کم داشته باشی به تو نمیده ببری تو کالاتو، ولی همینطوری فکر. و این جای خوبی نیست اینجا. چی به ما میده؟ چی به ما میده؟ آیا آدامس میده فقط بجوییم دهن ما خوشبو بشه؟ آیا فست فود میده به ما؟ اینا همه غذای روحانی هستند. صداهایی که داریم میاد همه غذاین. غذای فکر و زندگی ما هستن. چه غذایی رو میخوریم؟ آدامس میخوریم، ما سقز میخوریم به قول معروف، یا فست فود میخوریم؟ آیا اصلا اینا خوب است ما داریم میخوریم یا شاید نه؟ زهر شیرین داریم میخوریم. میدونید تو آمریکا خیلی زهر شیرین میفروشن. زهر شیرینه. هر غذایی میخوری شیرین، زهره. در اصل اون یه زهره داریم میخوریم دیگه، برای اینکه فشار خون میاد، قند میاد، کلسترول میاد، چربی و شیرینی. اون زهر شیرینه. آیا دنیا داره زهر شیرین وارد ما کنه؟ بشینیم کنار هم دیگه فلانی رو مسخره کنیم، درباره کس دیگه حرف بزنیم، اوه چه کیفی داره، فلانی دیدی فلان داره، برشکست شد، خیلی مغرور بود، خدا بهتر شد که برشکست شد، دیدی افتاد، دیپورت شد، دیدی. بشینیم درباره هم دیگه این زهر شیرین رو بخوریم و این خیلی بده. خدا رو شکر برای کلام خداوند که به ما خوراک درست میده، خوراک مفید به ما میده. تمام اخبارهایی که دنیا داره به ما میده، درباره جنگ، درباره کشتار، درباره دروغگویی، درباره زنای، درباره حقوق، درباره نیرنگ، درباره سیاست، درباره ظلم، درباره آخونده، همه اخبار اینه. میدونید همه اینا سمه. من یه همکار داشتم خیلی شاد بود، خیلی خندان بود، اسمش بود پیت. می اومد سر کار شاد و خندان. خب یک ایماندار مسیحی هم بود، میخندید، شاد بود. بعد من این فکر میکردم خب ایماندار شاده، ولی زیادی شاد بود، ناراحت نبود هیچ موقع. بعد من بهش میگفتم که فلانجا سیل اومده. میگفت راست میگی؟ من گوش نمیکنم. مثلا میگفتم ایران میخواد وارد جنگ بشه. میگفت راست میگی کی؟ بعد من بهش گفتم میگه اخبار گوش نمیکنی؟ گفت اصلا اخبار گوش نمیکرد، برای اینکه هرچی اخبار سمه میخواست بریزه. یکی از دلایلی که همیشه شاد بود برای اینکه خبرهای منفی رو نمیشنید. آمریکایی بود، درباره امریکا میورستیم مثلا اینطوری شده، میگفت نه من اونا رو گوش نمیکنم، من کلام خداوند رو میخونم، من با
همسرم شادی میکنم، من سپاسگزارم هستم. پس این دنیا سم میخواد بریزه تو ما، خیلی باید مواظب باشیم. هللویا. البته بعضی اوقات هم خب خبرها از اختراعات، اکتشافات، داروها هم به گوش ما خواهد رسید. عزیزان، سلامت روان ما خیلی مهمه، خیلی خیلی مهمه. میبینی اینجا تو این مملکت تا حرف میزنی میگه من انگزایتی دارم فلان دارم، تا حرف میزنی میگه من قرص میخورم، من اعصاب ندارم. چرا؟ برای اینکه همش دنیا داره به اینا خوراک میده. آقا این لباس پوشیدی، این که مد نیست. تیک تاک اینو گفته. تو تیک تاک نگاه نمی‌کنی، تیک تاک نگاه کن. چیزی می‌خوای بخری، تیک تاک تیک تاک. و متاسفانه افتاده توی جوانهای ما، توی نوجوانهای ما که داره سلامت روان اونا رو میگیره. مواظب سلامت روان ما باشیم. اگه روان ما سلامت نباشه جسم سالمی نخواهیم داشت. سلامت روان این خیلی خیلی مهمه. آیا دوباره به سوالم میرم، آیا روزانه چیزهایی که میشنویم برای ما سلامت روان میاره یا ناسلامتی میاره؟ مثل کسایی که میشستن سلامتی میزدن. سلامتی آیا سلامتی میاره یا ناسلامتی میاره؟ هللویا. نمیخوام زیاد درباره منفی‌های دنیا صحبت کنم، ولی مخصوصا ما ایمانداران باید خیلی دقت بکنیم. باید خیلی 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 دقت بکنیم که روزانه دنیا از طریق گوشهای ما چه صداهایی میخواد وارد ما کنه، چه غذاهایی میخواد وارد ما کنه. عزیزان، هر کلامی رو نشنوید. بذار من به شما یه نصیحت بکنم. هر کلامی رو نشنوید. اولین قدم اینه که هر کلامی رو نشنوید. این اولین قدمه. اجازه ورود ندید به گوشتون. از گوشتون میاد تو فکرتون، از فکرتون میاد تو قلبتون، از قلبتون میاد تو زندگیتون، از تو زندگیتون پخش میشه توی خانوادهتون. اجازه ندید چیزای ناراست بیاد تو زندگی ما. آیا ببینیم کلامی که میشنویم آیا کلام راست هست؟ معیار داره. ببینیم با کلام خداوند این کلمه، این حرف راست است یا ناراست است. معیار ما کلام خداونده. آیا این کلامی رو داریم میشنویم یا میخوایم بگیم با کلام خدا تطبیق داره یا نداره؟ من دارم چیزای خیلی مهمی رو میگم چون روزانه اینو با خودم تکرار میکنم. آیا این حرفی که الان دارم میشنوم از تلویزیون با کلام خدا راسته یا ناراسته یا کجه؟ اگه کجه گوش نکنید. اینو از من داشته باشید، گوش نکنید. اجازه ورود ندادید بهش. اصلا از همونجا اونو ببندید. گاهی اوقات میبینید یه عزیزی داره صحبت میکنه، طرف مقابل میگه باسته، دیگه نگو. اجازه ندید اون وارد زندگیتون بشه، چون کجی میاره. گاهی اوقات ما یک اشتباه میکنیم، میگه گوش کنیم ببینیم چی داره میگه. ما میدونیم که این داره چپکی میده، غیبت میکنه، بس ببینیم چی داره میگه. اصلا این کارو نکنید. مثل اینکه گوشی داریم بازی میکنیم، داریم مثلا با گوشی کار میکنیم، یهو یه چیز ناجور میاد. خود میدونی ناجوره، میگه حالا ببینیم تا آخر چی میشه. تا آخری چی نمیشه، فقط تو رو مسموم میکنه. حرف ناراست نذارید بیان تو زندگیتون. اولین قدم اینه که ما میدونیم حالا این ناراسته، بذار گوش کنیم ببینیم آخه چی داره میگه. این داره خیلی غیبت میکنه، ببینیم آخه این چرا دلش از اون خونه. بذار گوش کنیم. اصلا گوش نکنید، غیبت گوش نکنید. من دارم به خودم میگم، من گوشامو بستم، من نمیخوام که گوش کنم. هللویا. شکر خداوند. اگر محیطی هستیم، این خیلی مهمه. من دارم اول به خودم دارم میگم، این سرلوحه زندگی منه، میدونم سرلوحه زندگی شما هم هست. اگر در محیطی نشستیم که این گونه کلام، یعنی کلام ناراست با کلام خداوند ناراسته، داره رد و بدل میشه، اولین کاری که من میکنم
از اونجا بلند میشم میرم. وقتی جایی نشستم دیدم من یه ایماندارم، کلام خدا داره مسخره میشه، داره یک ایماندار دیگه مسخره میشه، داره یک ایماندار دیگه اونجا حقش ضایع میشه. بلند شیم از اونجا. کلام خداوند اینو میگه. بیا به شما ببینم کجا میگه. من از این مزمور خیلی استفاده میکنم. مزمور 1 آیه 1، این تو ذهن همه خواهد ماند. مزمور 1 آیه 1 داره به من شما میگه خوشا به حال کسی که به مشورت شریران نرود و به راه گناهکاران نایستد و در مجلس استهزا کنندگان ننشیند. خداوند به این میگه خوشا به حالان، میگه خوشا به حال این افراد. آیا رضا پزشکیان خوش به حال هست یا نیست؟ من تمام سعی میکنم خوشا به حال باشم. خدا رو شکر برای قوت خداوند که در زندگی ما کار خواهد کرد. خدا رو شکر. اگر تو جمعی هستیم که داره بر ضد کلام خداوند صحبت میکنه، ترکش کنیم. من ترک میکنم که اونجا رو. چون خدا به ما میگه خوشا به حالن. اون موقعی ترکش کردیم خوشا به حالن. چرا میگه خوشا به حالن؟ اصلا متوجه شدیم چرا به ما میگه خوشا به حالن؟ بذار من به شما بگم. چون اجازه ندادیم کلام باطل خوشی ما رو بگیره. کلام باطل خوشی ما رو میگیره. آخه کلام ناراست، کلامی که بر ضد کلامه، خوشی ما رو میگیره. اجازه ندادیم خوشی ما رو بگیره. ما اون رو خفه کردیم و طبق کلام خداوند رفتار کردیم و حال دل ما خوش میشه. آیا حال دلتون خوش میشه یا نمیشه موقعی که کلام خدا رو رفتار میکنیم؟ تمام ما باید حال دل ما خوش باشه موقعی که کلام خدا رو رفتار میکنیم. بر همین خوشا به حالان میشیم. هللویا. پس اول کلام دنیا رو گوش ندیم. حالا به چی کلامی گوش کنیم؟ پس کشیش رضا میگی به کلام دنیا گوش نکن، اون داره غیبت میکنه گوش نکن، اون یکی داره ضد کلام. ما چی گوش کنیم پس؟ تمام دنیا دارن اینطوری که حرف میزنن که ما باید اینطوری هر روز گوشامون رو بگیریم بگردیم که پس به چی گوش کنیم؟ من به شما میگم چی گوش کنیم. مزمور 119 آیه 105. من طبق کلام خداوند دارم صحبت میکنم. مزمور 119 آیه 105 میگه کلام تو خداوند برای پایهای من چراغ و برای راههای من نور است. آیا میخواییم پاهای ما طبق کلام خداوند بره و همینطوری که میگه کلام تو برای پایهای من چراغه؟ میخوای کلام خداوند چراغ راه ما باشه و برای راههای ما نور بشه؟ پس فقط از کلام خداوند تبعیت کن. بعد برمیگردیم به همین آیه، به همین مزمور 119 آیه 89 رو الان میخونیم و خیلی جالبه. این کلامی که نوره، چراغه، هدایتگر ماست. آیه 89 مزمور 119 میگه ای خداوند کلام تو تا ابدالآباد در آسمان ها پایدار است. هللویا. کلام حقیقته، کلام نوره، کلامی که چراغ راه ماست، نور راه ماست. اون میگه تا ابدالآباده. هللویا. شکرت خداوند که هستی. عزیزان، کلام خداونده که طریق درست رو در زندگی ما جلوی پایهای ما میذاره. فقط کلام خداونده، نه کلام دنیا که پر از تاریکیه. پس اجازه ندیم روزمون با کلام دنیا پر بشه، بلکه از کلام خداوند پر بشیم. اگه کلام خداوند گفته این طریقو برو، این طریقو بریم. اگه کلام خداوند گفته به مستمندان کمک کنیم. اگه کلام خداوند گفته الان برو این کارو بکنیم. اگه گفته نکنیم. نمیدونم، یک طریق راستی رو خداوند به ما نشون میده، ولی آسان نیست. چون ما در جسم و نفس هم داریم زندگی میکنیم. جسم و نفس ما یه چیز دیگه میخواد. میگه آقا همه خوردن تو هم بخور، همه گفتن تو هم بگو، همه زدن تو هم بزن. یه مثال شمالی داریم، میگه تو نوسنی احمد اوسوسنه.
یعنی اگه این اینجا از تو ور نداری یه نفر دیگه میاد ور میداره، پس تو ورش دار. ولی این درست نیست. عزیزان بذار به اون قسمت‌های اصلیش برسیم. وقتی کلام خداوند رو میشنویم میره در ما ساکن میشه. کلام خداوند رو اگر به شیرینی عسل حساب بکنیم میره در ما ساکن میشه و تمام زندگی ما رو مثل خودش میکنه. دیدید کسایی که زندگیشون طبق کلامه؟ اصلا یه طور دیگه است. راه داری میرین تو خود خوشت میاد دنبالش که راه بری. اصلا مثل که یه نور داره راه میره. دیدید این آدما رو؟ برای اینکه زندگیشون طبق کلام خداونده. ولی خیلی خیلی کسا رو دیدید از این کتاب خیلی حرف میزنن ولی اینطوری نیستن. اجازه بده اون کلام بره در ما، بره وارد ما بشه، بره داخل ما بشه و ما رو شبیه خودش بکنه. میدونیم ما شبیه کلام میشیم موقعی که طبق کلام زندگی میکنیم، این کلام رو میخوریم، ما هم شبیه کلام میشیم. موقعی که دلسوزی در تو هست یعنی شبیه کلام شدی. موقعی هم نوع دوستی در تو هست شبیه کلام شدی. موقعی که بر ضد ظلم ایستادگی میکنی طبق کلام شدی. تو طبق کلام شدی. خدا رو شکر برای کلام خداوند که ما رو شبیه خودش میکنه. و خداوند موقعی که چطور این کار میکنه، موقعی که کلام میره توی ما، توی عمق وجود ما میره، ما رو از نو میسازه. ما رو از نو میسازه. این شاعر گفته بود عالمی دیگر بباید ساخت از نو آدمی. کلام خداوند از ما یه آدم دیگه میسازه. این خیلی جالبه. خداوند تعمیرکار نیست. تو ایران تعمیرکاره. مثلا ماشین آقا سپرش تعمیر میکنی، با چکش میفته به جونش. اینجا تعویض میکنن تا بره میگه باید این عوض شه. البته یکم پول به جیب ما باید بیشتر بدیم. ولی خداوند، من از این مثال استفاده کردم که ما رو تعمیر نمیکنه. نمیگه حالا این شکلی باش من این ورا درست کنم. نه، خداوند ما رو عوض میکنه. خداوند تعویضکاره. از برادر مرداد یک انسان دیگه درست میکنه. از برادر رضا یک انسان دیگه، از رضا یک انسان دیگه، از نجمه انسان دیگه درست میکنه. موقعی طبق کلام خداوند ما زندگی میکنیم. هللویا. موقعی که تو رو عوض میکنه حقیقتاً از دهان تو کلام خدا بیرون میاد. کشی رضا مگه غیر حقیقتاً از زبان کسی کلام خدا بیرون میاد؟ خیلی تا دلت بخواد حرف بیرون میاد. هیچ تأثیری نداره. ولی هیچ تأثیری نداره. من گاهی اوقات این ویدیوها رو میبینم توی یوتیوب. بعضی از کسایی که میخوان ادای مس خداوند بیرون بیارن هیچ اتفاقی نمیفته اونجا. ولی اون کسی که مس خدا برونه، قدرت خدا برونه، داره راه میره، شفا جاری میشه بر اعضا. همونطوری که سایه شاگردان مسیح میافتاد و شفا جاری میشد. موقعی تو در کلام زندگی میکنی، کلام اون حیات رو در تو نمایان میکنه. هللویا. و موقعی که مثل اون زندگی میکنی، کلامی که از دهان تو بیرون میاد کلام حیاته. میدونید یکی از کارهای کلام حیات چیه؟ خلق میکنه. شادی خلق میکنه، سلامتی خلق میکنه، شفا خلق میکنه، همونطوری که کلام خداوند خلق کرد. یادتونه عیسی مسیح کلمه خداوند اون کو رو دستش آب دهن ریخت، با گل گذاشت تو چشمون. به عبارتی اون چشم وجود نداشت، چشمی خلق کرد. یا اون 4 روز اون کسی که مرده بود تو غار ایلیلازر رو، اون حیات خلق کرد بهش. اون چون اون کلمه خدا بود. آیا کلمه خدا، کلم خدا در ما هست؟ آیا عیسی در ما هست؟
یا نیست. به کت شلوار و صلیب‌های گنده و کلیساهای 10,000 نفره هم نیست عزیزم. اون کلام خدا در ما باید ساکن باشه و هیچ راهی نداره جز اطاعت از کلام. هیچ راهی نداره، فقط اطاعت از کلام و زندگی کردن طبق کلام خداوند. برای همینه ما دوتا ایماندار میبینیم، یکیش زندگی پر برکت، یکی زندگی کم برکت. این بستگی داره چقدر در مسیحه و مسیح چقدر درشه. من از خودم میپرسم هی رضا تو فقط حرف میزنی، چقدر مسیح در توی؟ هر روز این از خودم میپرسم صدها بار، چقدر مسیح در توی؟ یا چقدر فقط حرف میزنی تو؟ آیا حرفت این هست یا فقط حرفه؟ خدا رو شکر. هللویا. زیاد نمونده، میدونم تایم من فکر کنم یه 7-8 دقیقه دیگه مونده. اگر بدون اینکه کلام در کسی ریشه داشته باشه و کلام در کسی زندگی کنه، اگر ادای کلام رو بیرون بیاره و کتاب از رو هی شفایی و هر که حرف میزنه آقا لوقا 3:6 اینو گفته فلان، ادای اینو بیرون بیاره، هیچ چیز عوض نمیشه. میدونی چرا؟ برای اینکه اون کلام درش ریشه نداره. اگه ریشه داره قدرت داره. چقدر در رضا ریشه داره؟ این خیلی خیلی مهمه و این بین گوینده های کلام این خیلی مهمه. یه نفر مست خدا برش اصلا تو با برادر مرد حرف میزنی خوشت میاد، چرا؟ طبق کلام داره زندگی میکنه دیگه. ولی با این نفر دیگه مثلا حالا میگه من ایمان حرف میزنی یه طوری خوشم نمیاد، بذار برم. این اون روحه، این اون مسه، این اون روحه که تو آدما چقدر اکتیوه، چقدر اجازه اکتیو دادیم. بذار دوباره بگم این خیلی مهمه، اینم از اون کلماتیه. ما اجازه میدیم روح خدا در ما چقدر کار بکنه. تا صبح اینجا بده روح قدس بیا. آقا روح قدس که اینجاست، کجا بیاد؟ اینجاست، هست. تو اجازه کار باید بهش بدی. چجوری کشیش رضا ما به روح القدس اجازه کار بدیم؟ باید طبق کلام زندگی کنیم، این در رو باز کنیم اون کار بکنه دیگه عزیز. اگه فقط بگیم روح القدس بیا، نمیدونم بیا، اونطوری که نمیاد که. اونطوری مگه تو مذهب گذشته نمیتونی وردی بخونیم مگه؟ اون در ما باید باشه و ما بهش اجازه کار بدیم. همونطوری که عیسی مسیح به زور وارد زندگی و قلب ما نشد. ما گفتیم عیسی مسیح در قلب ما به تو باز میکنم، اون اومد تو. اگه اومد تو چقدر بهش اجازه کار میدیم؟ ما بهش اجازه. شاید این جزو کلماتی باشه شبانه که شاید کمتر اینو استفاده کنم، ولی من خیلی استفاده میکنم. ماییم که به روح القدس در خیلی از مواقع اجازه کار میدیم، نه همه مواقع، خیلی از مواقع اجازه کار کردن میدیم. با زندگی ما که طبق کلام هست اجازه داده میشه به اون. مگه نه اجازه اون کار نمیکنه دیگه، چی بکنه؟ تو ناراستی نمیتونی بیاد راستی رو بذاره که. کلامی که با ایمان گفته میشه قدرت داره. کلامی که همینطوری ملا لغتی از روح بخونیم که قدرت نداره که، هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. کلام ایمان قدرت داره. ایمان به چی؟ کلام خدا. پس بذارید کلام خدا بره درمون. وای اگر بدونید این چقدر قدرت داره، میذارید تمام 24 ساعت تمام ثانیه‌هاش این بره داخل ما. واو، هی عضلات روحانی ما قوی‌تر و قوی‌تر و قوی‌تر، زندگی ما پربرکت و پربرکت‌تر میشه. مهم نیست دیگران دارن بهت چی میگن، دنیا داره بهت چی میگه، اصلا به اینا فکر نکن. طبق کلام رفتار کن. هللویا. کلام خداونده که به قلب‌های ما میشینه و اون بذرهای ایمان ما رشد میکنه و اون محصول به ما میده و چیز جدید میتونه خلق بکنه. هللویا. صحبت من خسته کننده نیست که؟ اوکی. خدا رو شکر برای کلام زنده خداوند که با ماست. کلام زنده خداوند میتونه نجات در پی بیاره. قبول دارید یا نه؟ نجات میتونه در پی بیاره.
میتونه آزادی خلق بکنه، میتونه شفا خلق کنه، میتونه درهای رحمت رو باز کنه. کلام خدا میتونه درهای لعنت هم ببنده، بیرون بیارد دهانت. کلامی که از توی این رفته توی تو، از توی تو بیرون بیار. اعلام کن به دنیای لعنت زده. من میبندم هر شرارتی رو به روی زندگی من، به روی فرزندان من. هر نوع لعنتی رو، لعنت فقر رو میبندم، لعنت اعتیاد میبندم، لعنت کشفکری رو میبندم، عصبانیت رو میبندم. در این برادر، در این خواهر، در خودم، در زنم، در شوهرم، در فرزندانم میبندم. عزیز اعلام کن اینو، اعلام کنید. خداوند ایماندارای دهنباز میخواد. ایماندار دهنبسته که خیلی هست که ما یه گوشه هستیم ببینیم چه خداوند چه رقم میزنه. تو بخواد دیگه. خیلی جالبه، بارها اینو گفتم. یه واعظ اینو میگفت تنها دعایی که هیچ جوابی نخواهی شنید، بذار اینطوری بگم، هیچ درخواست، تنها درخواستی که هیچ موقع خداوند جوابش رو نمیده، درخواستایی که اصلا نکرده باشیم، دعاهایی که اصلا نکرده باشیم. ما دعایی که نکردیم خداوند خود چی جواب بده با ما؟ تو دعا کن، تو هدایت بگیر. و هللویا. کاش که میتونستم یه 2 ساعت دیگه صحبت کنم. خدا رو شکر. پس این درباره کلام که وارد ما میشه. ولی قبل از این که بتونی از کلام خداوند استفاده کنی و اونو اعلام کنی، باید کلام خدا رو بشنوید. برای همین میگیم بیاین کلیسا، برای همین میگیم بیایم تو جلسات بایبل استادی، کلامو بخونیم، موعظه که گوش کنیم، سرود پرستشی بذاریم، اونو بشنویم. بذار اون بره داخل ما، بشنویم اونو و اونو در وجودمون بپذیریم. در وجود ما بپذیریم. چجوری بپذیریم؟ 100%. اوه هللویا. ما کلام خداوند ما 99% نیست. تو مسلمونی میگفتیم که آقا دیگه حالا ما یک کاری هم کردیم دیگه، حالا مثلا ما جون 10 نفر رو نجات دادیم ولی فقط 2 نفر رو کشتیم. تو 2 نفر کشتی دیگه. اونطوری حساب نکنیم. آقا ما همه کلام خداوند رو رفتار کردیم، فقط 2 بار از مال مردم رو خوردیم، حالا خدا هم رد میکنه. اصلا اینطوری نیست. ما باید 100% کلام خداوند رو رفتار کنیم، 100% کلام خداوند رو اجرایی کنیم. هللویا. اونم که 1 ساعت 2 ساعت کلیسا، فقط کلیسا، بیرون محل کار، نه، تمام لحظه های زندگی ما به صورت 100%. کار سختیه نه؟ هللویا. خب بریم مطالب آخر رو بشنویم. بذارید اون کلام 100% وارد زندگی ما بشه. بذار وارد زندگی شدنم بگم. وارد زندگی نیست که آن خوندیم بله اینو خوندیم وارد زندگی ما. موقعی که این کلام در زندگی ما عملیاتی میشه، یعنی وارد زندگی ما شده. عملیاتیش بکن اینو. به قول معروف اینو بالفعل بیرون بیار. فقط این پتانسیل نمونه اونجا. خدا رو شکر برای کلام زنده خداوند که با ما حرف میزنه و اون موقعی که بیاد توی ما و اون برکت از زندگی ما بعد میاد بیرون، بعد خودمون رو برکت میده، دیگران رو برکت میرسونه، به فیض میرسونه، اونا رو آرامی میده، بنا میکنه. دیدید ایماندارانی که هر حرفی میزنن کسی دیگری میخواد بنا کنه. خدا رو شکر برای اینکه کلام خوردن از کلام داره ازشون میاد بیرون. ولی ایمانداران هم دیدی هر حرفی میزنن میخوان تیکه بزنن، میخوان اینو پای کنن. آقا تو کلام خداوند طبق فلان آیه اینو گفته، تو که نیستی فلان. همش میخواد زخم زبان بزنه. این معلوم تو نیست دیگه. اگه اون تو کلام میاد بیرون. آقا تو قلکی که ما همش سکه طلا انداختیم، توش مثلا دوزری بیرون نمیاد که، همش سکه طلا بیرون میاد. طلا بریز تو قلک زندگیت، بذار طلا ازش بیاری بیرون. هللویا. و از طریق تو برکت میاد بیرون، هم برای خودت هم برای زندگی های دیگه. بیا
مزمور 1 آیه 1 رو خوندیم، بذار 2 آیه دیگه شو بخونیم که من عاشق این آیات هستم. مزمور 1 آیه 1 رو خوندیم، دوباره میخونم، بعد میگه خوشا به حال کسی که به مشورت شریران نرود و به راه گناهکاران نایستد و در مجلس استیزا کنندگان ننشیند. من یه بار دیگه این آیه رو توی موعظه استفاده کردم، الان بازم میخوام استفاده کنم. خب اگه این کار رو کردیم، طبق کلام خدا زندگی کردیم، تو مجلس استیزا کنندگان کشیش رضا تو گفتی ما بلند شدیم اومدیم بیرون، چه اتفاقی میفته؟ آیه 2 3 تو همین مزمور 1 جواب ما رو میده. میدونی چی میگه؟ میگه اگر از اونجا بیای بیرون و رغبت تو، بلکه رغبت او در شریعت خداوند است، یعنی اگر از اونجا بلند شدی اومدی بیرون، قانون خدا رو، درخواست خدا رو عمل کردی و روز و شب در شریعت اون تفکر کردی، یعنی در کلام اون زندگی کردی، همینی که الان گفتیم، در کلام زندگی کردن، راه رفتن طبق کلام خداوند زندگی کردن، چه اتفاقی میفته؟ آیه 3 فوق العاده است. میگه مثل درختی نشانده در نزد نهر آب خواهد بود. آیه تا حالا یه درختی رو دیدی کنار یه رودخونه است؟ چه اتفاقی میفته براش؟ میگه اگه اونطوری بکنی مثل یه درختی میمونی که کنار نهر هستی. بذار ادامه آیاتم بخونم. پس مثل درختی نشانده نزد نهر آب خواهد بود که میوه خود را در موسمش میدهد. این کلمه موسمش امروز با من حرف زد. گفت آیا کلام خوب میخونی؟ میگه در موسمش میدهد، در اون وقتی که خداوند تایید میکنه میدهد به تو. نه اینکه آقا ما این کارو کردیم فردا اومد خدا چرا من مشکل حل نشد، تو گفتی دیشب من بلند شدم از اون مجلس، چرا الان هیچ اتفاقی نیفتاد؟ کلام خداوند میگه در موسمش به تو میوه میده. هاللویا. در موسمش میدهد و برگش پژمرده نمیگردد. ای عزیزان، اگه طبق کلام خداوند داریم زندگی میکنیم، از اون نهر آب حیات داریم میخوریم، برگای ما پژمرده نمیگردد و هر آنچه میکند نیک انجام خواهد بود. عزیز، کلام خدا داره میگه، من دارم داستان نمیگم برای شما، کلام خداوند میگه مثل یه درختی میمونی اگه طبق کلام خدا رفتار کنی که کنار نهر آب حیات هستی و میوه تو به موسمش میدی، دیگه تشنگی نمیمونه و هر کاری بکنی نیک انجام میشه. آیا باور داریم اینو؟ نیک انجام میشه. هللویا. شکرت خداوند که هستی. وقتی کلام خداوند در ما زندگی میکنه، یعنی کی کلام خداوند در ما زندگی میکنه؟ در ما یعنی حیات داره در ما زندگی میکنه. کلام خداوند حیاته، یعنی حیات در ما داره زندگی میکنه، مرگی وجود نداره. حیات داره در ما زندگی میکنه. خواهر ویدا حیات داره در ما زندگی میکنه. خواهر فرشته حیات داره در ما زندگی میکنه. عیسی داره در ما زندگی میکنه. حیاته. اون حیات در ما که زندگی میکنه. پس اجازه بدیم که کلام حیات اون تمام زندگی ما رو فرا بگیره و از خودش پر کنه. کدوم کلام؟ کلام حیات. به پایان رسید این دفتر، حکایت همچنان باقی است. خدا شکر برای کلام خداوند که اجازه داد من گاهی اوقات نشسته، گاهی اوقات سرپا، گاهی اوقات بلند، گاهی اوقات کوتاه کلام خداوند رو بگم. امیدوارم تونسته باشم با امانتداری کامل گفته باشم. عزیزانی که اینجا نشستن یا عزیزانی که از دوربینا در سراسر دنیا دارن میبینن، کلام حیات رو بذاریم در ما زندگی کنه. بذار به حضور خداوند بریم و دعا کنیم. مرسی خداوند که کلام تو به ما دادی، پس قدرتش رو بده که کلام تو رو بخوریم و کلام تو رو زندگی کنیم و کلام تو در ما باشه، اون کلام حیات که هر چیزی که از ما بیرون میاد از کلام تو بیرون بیاد، یعنی حیات بده به زندگی خودمون و به زندگی های هر عزیزی که کنار ماست. مرسی خداوند که هستی و برکت دهنده هستی. خداوند هفته پر از برکت، پر از شادی، پر از حضور کلام حیات بخش تو رو برای عزیزان میطلبم در نام عیسی مسیح.